سلام به کانال خودتون خوش اومدین. من راویه داستان‌های واقعی شما هستم. خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. من اسمم سیماست. الان 18 سالم و خاطره که میخوام براتون تعریف کنم مال زمانیه که 14 سالم شده بود. اینو بگم پدر من دانشگاه استادیاره. خیلی سر شلوغ و معمولا یا دانشگاه یا کلاس و از این مؤسسه‌ها گرفته و میره سر کلاس. یه برادرم دارم که 2 سال ازم بزرگتره. خلاصه پدر و مادرم خیلی گیر هستن و خیلی مثبت بودیم. اصلا نمیتونستم حرف دوست به سر بزنم، چه برسه به اینکه برم دنبال اینجور چیزا باشم. خلاصه هم من هم داداشم همیشه سرمون توی درس بود. یه عمو دارم مجرده. الان 27 سالشه. توی کار کامپیوتر وارده. الان هم جای حسابداری کار میکنه. اسمش ساسانه. خلاصه این که یه روز کامپیوتر ما به هم ریخته بود. چون باهاش کار میکردیم مهم بود. باید زود درست میشد. اما نمیتونستیم بریم بیرون بدیم چون عکسای شخصی توش بود. مخصوصا عکس و فیلمای تولد من و بعضی از عکسایی هم که توی اتاق خواب گرفته بودم. با شلوارک کوتاه و اینجور چیزا. به هر حال به پدرم گفت زنگ بزنید ساسان بیاد ببینه عیبش چیه. زنگ زدیم عموم بیاد و چون پدرم نبود مامانم هم نمیخواست وقتی عموم هست و پدرم نیست توی خونه باشه. گفت میره خونه پدرش که 2 محله بالاتر هستن. به برادرم گفت خونه پیش من بمونه و بیرون نره تا وقتی که عموم کامپیوتر رو درست کنه. خلاص عموم اومد و فقط من و برادرم خونه بودیم. کامپیوتر هم توی اتاق خواب من بود. رفتیم سراغ کامپیوتر رو روشن کردیم. خلاص عموم گفت باید ویندوزش رو عوض کنیم. یه مقدار عکسایی که تازه از گوشی منتقل کرده بودم و توی دانلود مقداری فیلم آشپزی و چیزای دیگه بود که دانلودش کرده بودیم باید جابجا میکرد تا وقتی که ویندوز نصب میشه اینا پاک نشه. خلاص کارو شروع کرد و منم کنارش نشسته بودم که بهش بگم کدوم فایل ها رو میخوام و کدومش به درد نمیخوره. برادرم هم توی پذیرایی نشسته بود پای تلویزیون و به اتاق خواب من دید نداشت. اصلا این خیالش نبود. خود عمو چند تا فایل گذاشت توی کپی و یه لحظه یه نگاه پشت سرش کرد. بعدش بلند شد و به بهونه خستگی در کردن رفت پذیرایی. بعدش هم برگشت. من متوجه نشدم ولی ظاهرا رفته بود ببینه داداشم کجاست و حواسش هست یا نه که خیالش راحت شده بود که فاصلش با اتاق خواب من زیاده. نشسته فیلم میبینه و به اتاق من هیچ دیدی هم نداره. برگشت اتاق و پیش من نشست. اون روز من یه تاب تنم بود که شونه هامو نشون میداد با یه شلوار نازک پارچه‌ای چون تابستون بود و به شدت هوا گرم بود. خلاص عموم نشست روی صندلی که پشت کامپیوتر کنار من بود. چند لحظه که گذشت دستشو به هم نزدیک کرد. عین برق گرفته ها بودم ولی روم نمیشد چیزی بگم. فقط یه نگاه بهش کردم دیدم اونم توی صورتم نگاه کرد و به روی خودش نیاورد. عموم دوباره پشت سرمون یعنی در اتاقو نگاه کرد که یه وقت برادرم نیاد. من هم یه نگاه کردم و دیدم خبری نیست. خیلی میترسیدم برادرم بیاد و آبروم بره. از یه طرف نمیخواستم به هم نزدیک بشه اما نمیدونستم باید چی کار کنم. تصمیم گرفتم بلند بشم برم پذیرایی که از دستش در برم. بلند شدم و رفتم آشپزخونه به بهونه آب خوردن که داداشم هم شک نکنه. آب خوردم و یه نگاه کردم دیدم برادرم محو تماشای فیلمه. اصلا هیچ توجهی به من نداره. یهو عموم صدام کرد سیما بیا اینا رو چیکار کنم. میخواستم نرم اما چاره‌ای هم نداشتم. داداشم شک میکرد اونم داشت صدام میکرد. رفتم باز توی اتاق. وقتی میخواستم دیگه نشینم کنارش به خاطر همین صندلی رو بلند کردم و نیم متر کشیدم این طرف که دقیقاً کنارش قرار نگیرم. ولی صندلی رو گرفت و کشید باز کنار خودش. گفت همینجا بهتره. من هم خجالت میکشیدم چیزی بگم. دستمو گرفت و گفت بشین. دیگه خلاصه نشستم. باز به هم نزدیک شد. دیگه فهمیده بود من راه فراری ندارم و خجالت میکشم و نمیخوام برادرم چیزی بفهمه. همینم باعث شده بود که پرروتر بشه. تا حالا هیچ پسری به هم نزدیک نشده بود و به خاطر همین خیلی خجالت میکشیدم. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. اولش مخالفت کردم اما کم کم دیگه برام عادی شده بود. انگار که بدم نمی اومد و دودل شده بودم. توی فکرم به خودم دلداری میدادم که نمیخوام ولی واقعیت این بود مثل این که بدم نمی اومد. اما آروم توی گوشم گفت میترسی؟ نه ترس کاریت ندارم زود تموم میشه.
خلاصه با این حرفاش گولشو خوردم. میدونستم که برادرم هست خونه و نمیتونه خیلی به هم نزدیک بشه. دیگه کم کم خودمم خوشم اومده بود و داشتم لذت میبردم. دیگه متوجه شده بودم که خودمم میخوام، ولی سعی میکردم به خودم بقبولونم که الان تمومش رو نمیخوام. اما بلند شد رفت از اتاق بیرون. خیالم راحت شد که دیگه تموم شده. اما عموم به برادر دیوونم گفت عمو جون باید پای کامپیوتر باشم. میری یه سطل ماست بخری بیای؟ برادر دیوونم هم گفت باشه و پولو گرفت و رفت لباس بپوشه. دلم ریخت، فهمیدم فقط یک کم نیست. اما خب برادرم نهایتاً 10 دقیقه‌ای برمیگشت. اما خب همین که قرار بود تنها بشیم یکم بهم استرس میداد. ولی خب از کارایی هم که کرده بودیم بعدم هم نمیومد. خلاصه توی همین افکار بودیم که برادرم از خونه بیرون رفت. صدای عموم در اومد که گفت سیما برادرت هم رفت، خیالت راحت شد؟ اصلا نترس و خجالتم بذار کنار. من قرار نیست کار خاصی باهات داشته باشم. خلاصه برای اینکه مطمئن بشم برادرم رفته کل خونه رو گشتم. عمومم رفت در ورودی رو قفل کرد. گفت بیا دیگه نترس، داداشتم بیاد باید زنگ بزنه تا درو براش باز کنیم. عموم اومد و دوباره به هم نزدیکتر شد. منم گول خوردم و یکم باهاش همکاری کردم. عموم گفت به هیچ کس نمیگم، خیالت راحت، هیچ کس قرار نیست بفهمه. عموم یکم بهم نزدیکتر شده بود ولی نه اونقدری که بخواد اذیتم کنه. همینطوری داشت ادامه میداد و بعد چند دقیقه بلند شد. گفت بلند شو، خودتو مرتب کن، الان داداشت میاد. بلند شدم و رفتم بیرون اتاق و دیگه اونم رفت توی کار درست کردن کامپیوتر. چند دقیقه بعد برادر دیوونم هم زنگ زد و اومد توی خونه. اما خب دیگه کار از کار گذشته بود و از همش بدتر این که منم خوشم اومده بود. اون چیزی که نباید توی وجودم روشن شده بود. اما وقتی میخواست بره توی اتاقم بهم گفت سیما جون هر وقت دوست داشتی خجالت نکش و بهم زنگ بزن تا با هم قرار بذاریم و حرف بزنیم. میدونم که تو هم دوست داشتی، از هیچی نترس و هیچ کس قرار نیست چیزی بفهمه. خلاص اون رفت و دیگه فکرم آروم نبود. همش ذهنم درگیر کارایی بود که کرده بودیم. اما خب خجالت میکشیدم که بخوام به عموم بگم منم خوشم اومده، همین که جرأتشم نداشتم. اگه بابا میفهمید منو میکشت. خلاص 2 هفته توی این افکار بودم که یه روز عموم با موتور دم در مدرسه پیدا شد. با دوستم بودم، صدام کرد سیما. جواب ندادم. دوستم گفت اون یارو داره صدات میکنه ها. دیدم دیگه بعد زایه میشه، نگاه کردم گفتم کی؟ مثلا نشنیدم. پشتم به عموم بود و دوستم عمومو نشون داد. دیدم دیگه آبرو میره، الان فکر میکنه دوست پسر دارم. بهش گفتم آهان عموم ساسانه. به دوستم گفتم کاری نداری برم ببینم چی کار داره، شاید اومده منو برسونه. دوستم هم گفت خداحافظ و رفتم طرف عموم. بهش که رسیدم گفت سوار شو. گفتم عمو چرا اومدی اینجا؟ دوستان میبینن زشته، فکرای عجیب غریب میکنن. گفت خب ببینن مگه غریبه ایم، بگو عموم بوده و اومده دنبالم. سوار شو بریم. گفتم کجا؟ گفت بریم بهت میگم. باید یکم حرف بزنیم بعدش میرسونمت خونه. خلاصه چاره‌ای نداشتم و سوار شدم. رفتیم یه پارک خیلی آروم، شروع کرد با هم حرف زدن که دوست پسر داری یا نه. گفتم نه. گفت دوست داشتی با هم بازی کردیم؟ خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین. سرم آورد بالا و گفت دیوونه چرا خجالت میکشی؟ این چیزا طبیعیه. خودت هم این چیزا رو خوب میدونی، چرا داری با خودت لج میکنی؟ گفت دوباره میخوای با هم بازی کنیم؟ گفت قول میدم که اذیتت نکنم و تا جایی که تو بخوای پیش میریم. اون دفعه دیدی چقدر خوشت اومد؟ یکم فکر کردم و گفت میخوای تو هم؟ با منمن گفتم آخه خونه ما که نمیشه، داداشم همیشه خونه است. اگه مامان و بابا بفهمن چی؟ گفت نترس، میتونی به بهونه یاد گرفتن کامپیوتر و کاری که میشه باهاش انجام داد بیای خونه ما، اینطوری هیچ کس نمیفهمه. قضیه این بود که عموی مجردم با مادر بزرگم یعنی مادرش زندگی میکرد. خونه‌ش اون 2 طبقه بود که کامپیوتر و وسایل عموم طبقه بالاش بود. تقریبا اتاق اختصاصی عموم بود و مادر بزرگم پاهاش درد میکرد و نمیتونست بره بالا. پدر بزرگم هم یه 10 سالی میشد که فوت کرده. خلاصه طبقه بالای اون خونه دنج بود. گفت باشه، مونده بودم چی بگم. چند بار گفته و سرمو انداختم پایین و یعنی اوکی. نمیدونم چرا مخالفت نمیکردم، دو دل بودم. نمیخواستم به هم نزدیک بشه. از طرفی هم احساساتی که اون لحظه داشتم برام خیلی خوشایند بود. دوست داشتم دوباره تجربهش کنم. مونده بودم حالا بابامو چطوری راضی کنم. خودت منو برد نزدیک خونه و پیاده کرد و رفت. شب همش توی این فکر بودم که موضوع رو چطوری به بابام بگم.
به بابام گفتم زنگ بزن عمو صفحه بندی اینو بپرسم چطوریه. بابام با عصبانیت گفت این همه کار کردی هنوز یاد نگرفتی؟ دم به دقیقه باید زنگ بزنم عمود؟ گفتم خب میگی چیکار کنم؟ گفت برو کلاس چیزی یاد بگیر. گفتم دوستامم کلاس رفتن اما بیشتر از من بلد نیستن. خلاصه مادرم واسطه شد و شهر خوابید. بابامم به عموم زنگ زد و منم سوالامو میپرسیدم و عمومم میخندید. خلاصه گوشیو گذاشتم و مونده بودم چی بگم و چطوری مطرحش کنم. جرأتشم نداشتم که با بابام حرف بزنم چون هم خسته بود و هم عصبانی بود. با عقل رفتم توی اتاقم. مامانم 10 دقیقه بعدش اومد دنبالم. مامانم گفت چیه بخ کردی؟ گفتم مگه نمیبینی بابا چی کار میکنه؟ ما زندانی هستیم، اینجا هیچ جا نمیریم، همش کلاس داریم. مامانم گفت خب چی کار کنم؟ همینه که هست. گفتم مامان یه خواهشی کنم؟ نه نمیگی؟ گفت چیه؟ گفتم دوستان مسخره‌ام میکنن، همه خدای کامپیوترن، من تایپ هم بلد نیستم. گفت خب برو کلاس. گفتم حوصله ندارم دیگه، نزدیک ما جایی نیست. گفت خب میگی چیکار کنم؟ گفتم میشه به عمو بگی بهم یاد بده؟ مادرم گفت نمیشه که هر روز بیاد اینجا به تو یاد بده. ما چیکار کنیم؟ برای ما سخته، بابات هم میره کلاس و نیست، نمیشه که. یهو پریدم توی حرفشو گفتم خب میرم خونه مادر جون اونجا یاد میگیرم دیگه. به مادر بزرگم میگفتی مادر جون. خونه اونا هم چند تا محله از ما دورتر بود. مادرم اولش یکم فکر کرد و گفت نمیدونم، به بابات بگو. گفتم میخواستم به بابا بگم از شما خواهش نمیکردم. تو رو جون هر کی دوست داری باش حرف بزن. مامانم گفت الان که عصبانیه بذار یه وقت دیگه. خلاصه چند روزی گذشت و یه روز بابام کلاس‌ها رو سبک کرد و نزدیک غروب بردمون پارک و گردش. مامانم هم دید و از خوبه موقعیت عالیه باش حرف زد. بابامم گفت این وروجک بهت گفته که به من بگی؟ مامانم گفت نه بابا راست میگه دیگه، باید یاد بگیره. خونه ما که نمیشه عموش بیاد، ما راحت نیستیم. بره خونه مادر جون، هر وقت فرصت داشت 1-2 ساعت یاد بگیره و بیاد. بابام با کلی اگر مگر بالاخره اوکی داد. خیلی خوشحال بودم. اما همچنان با خودم تلقین می‌کردم که میخوام برم تایپ و اینجور چیزا یاد بگیرم. سعی می‌کردم خودم رو گول بزنم و نفهمم که دارم همه چی رو جور میکنم. واقعا خودم توی حماقت خودم مونده بودم. خلاصه به عموم هم خبر دادم و اوکی شد. بالاخره روز موعود فرا رسید. با خودم یه کتاب آموزش آفیس برداشتم و با خودم گشتم توی کمد یه شلوار جین برداشتم که تنگ نباشه. با خودم تلقین می‌کردم که هوا گرمه، به خاطر این دارم اینو میپوشم. با یه تاب بندی پوشیدم و برای اینکه مادرم شک نکنه روشی پیراهن آستیندار پوشیدم. بعد هم مانتو شال محکم بستم و مادرم خیالش راحت شد، سر و وضعم خوبه. با نگاهی رضایت آمیز گفت برو دیگه زودم بیا. من راهی خونه عمو شدم. وسط راه عمو با موتور اومد دنبالم و رفتیم خونه مادر جون. کلی با مادر جون احوالپرسی کردیم و کلی قربون صدقم رفت. مادر جون کلی میوه و تنقلات آورد و داشتیم میخوردیم. گفت چه خبر از این طرفا؟ گفتم بابا گفته بیام عمو بهم تایپ یاد بده. مادر جون گفت خب حالا یکم خستگی در بیار. گفتم نه دیگه، مامانم گفته زود برگردم. عمومم گفت از روی این کتاب یاد نمیگیری، باید مستقیما از روی کامپیوتر باشه. من میرم طبقه بالا کامپیوتر آماده میکنم و تو هم بیا. رفت بالا و منم چند دقیقه بعدش رفتم بالا. مطمئن بودم مادر جون نمیتونه از پله ها بیاد بالا، ولی هنوزم دلهره داشتم. اما در ورودی رو قفل کرد و گفت خیالت راحت شد دیگه. پرده ها رو کشید و کولرم روشن کرد. خیلی خجالت میکشیدم و خشکم زده بود. همینطور نشسته بودم که عموم اومد کنارم نشست و گفت چیه چرا خشکت زده سیما؟ چیزی نگفتم و عموم بهم نزدیکتر شد. دیگه کم کم مخمو زد و منم باهاش همکاری کردم. توی آسمونا بودم و از وجود همدیگه داشتیم لذت میبردیم. هر سری که میرفتیم خونه مادر بزرگم بیشتر با هم راحت میشدیم و بیشتر پیش میرفتیم. از اون موقع تا حالا که 18 سالم شده من و عموم با همیم و از وجود همدیگه لذت میبریم. اون موقع به بهونه آفیس یاد گرفتن و بعدش هم به بهونه این که مادر جون رو دوست دارم و هر سری هم که با بابام دعوا میشد قهر میکردم و میرفتم خونه مادر جون. اونجا با عمو خیلی بهمون خوش میگذشت. مامانم هم همیشه واسطه میشد برای اینکه دعوایی بین من و بابام بیشتر کش پیدا نکنه خونه مادر جون بمونم. کلاً هر بهونه‌ای که دستم بیاد میرم خونه مادر جون. اونجا با عموم کلی با همدیگه خوش میگذرونیم. بزرگتر که شدم مستقل‌تر شدم. موقعیت‌های بیشتری برام پیش میاد که با عمو خوش بگذرونیم. دیگه هر دوتامون حرفه‌ای شدیم. هیچ وقت باورم نمیشد از بودن با کسی حرف بزنم. اما الان با عموم ارتباط دارم. اما کاملا از وضعیتم راضیم. کلی کیف میکنم و کلی با عمو میریم بیرون و میگردیم. خیلی با هم صمیمی شدیم و اصلا پشیمون نیستم.
اگه برگردم به گذشته بازم همچین کاری میکنم. چون اگه میخواستم دوست پسر داشته باشم بابام بهم شک میکرد و منو میکشت. دوما مکان نداشتیم و سوما معلوم نبود چه بلایی سرم بیاد. نمیشد اصلا به پسر جماعت اعتماد کرد. اگه ازم آتو میگرفت بدبخت میشدم، اما الان خیالم راحته. نه کسی شک میکنه، نه آتویی هست و نه عکس و فیلم و نه هیچی دیگه. هر وقتم که موقعیتش پیش بیاد با عموم حسابی خوش میگذرونیم. از این بهتر نمیشه. به هم قول دادیم وقتی بخوام ازدواج کنم ولم کنه با همدیگه کات کنیم، ولی تا اون موقع با همدیگه حسابی لذت میبریم. از عمو مطمئنم، چون دهنش قرص و به کسی نمیگه. کسی نمیفهمه و مطمئنم که به قولش عمل میکنه. خب دوستان، داستان همینجا تموم شد. اگه این ویدیو رو دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنید، نظرتون برام کامنت بذارید، لایک فراموشتون نشه. متشکرم. خدا نگهدار.